خب برای یه بعد از ظهر خواب آلوده و خستگی که بخوای از تنت در بره یه قهوه نیاز داری بخوری. و چون ما دستگاه نداریم اینو استفاده میکنیم تا بذاریم جوش بیاد. اینم قدیمیه برای جهیزیه مامان جون، جوش بیاد تا بخوریم. خب جوش اومد، حالا بریم قهوه بخوریم. خب از این قهوه های حاضر آماده در حد امکانات میریزیم، هرچی خسته تر بیشتر. حالا میریم که پوری گلمنگولی داشته باشیم. خب پوری گل قرمزی میریزیم و اینم از قهوه سرکاری با خستگی زیاد. به 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 چه پرملات. حالا این قهوه هم سر حالت میاره، هم میتونی تو سوپرمارکتی که داری و مشتری نداری کار کنی. بفرمایید. تعارف نکن. بفرمایید. با اجازه.